دوستان خوش اومدید به پارت اول از بازی ماینکرافت. دوستان باشید که 6 یا 7 روز ویدیو نداشتیم. الان ما یه کاری کردم که بازی ماینکرافت دیگه لگی نداشته باشه، آوردمش رو بالاترین نسخه خودش. دوستان حتما ممنون میشم که حتما این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید یا مشترک بشید. دیگه بریم سراغ ویدیو. دوستان همین جایی که بازی شروع کردم دقیقا پاودر رسته بودم. داریم دمیج میخوردیم. خب داشتم دمیج میخوردم. خب من دوباره داخل پاودر سنو پاودر سنو اینم پاودر سنو. این الان ما بریم اینجا میریم داخلش. فرقشون اینه پاودر سنو. دوستان ما اینجا اولین کاری که میکنم اینه که من چوب میکنم که بتونم کرفتن تیبل و اینا درست کنم. بعدش من یه دقیقه ویدیو پاس کنم. خب دوستان ما بازی دوباره شروع میکنم. دوستان صدای چوب کندن اینا نمیومد، من صدا رو درست کردم براتون راحت بتونیم بشن. اینجا پاودرستون، اینجا شهر پاودرستون داره. این پاودرستون نگوشت زیرش پاودرستون نبود. بریم یه جایی که یخ مانند باشه و پاودرستون داشته باشه. اینجا تا چش کار میکنم فقط پاودرستون. تمام اینجا پاودرستون. سرعتمون هم کم شد. آخه رو با اینجا خرگوش. نظرم اونجا جای خوبی واسه خونه ساختن و زندگی کردن، انقدر پادرستون نباشه. پادرستون واقعا چیز بدیه. حواسمون نیست میریم داخلش یخ میزنی، دمیج میخوری. اصلا میخواستم کلاش کنم داخل این آبه، از بالا افتادم روی یه تیک یخی که هستش. اینجا شوگر کینم داره. آبش یخ زد، شوگر کین در اومد. بریم بالا. اینجا هم غاره فکر کنم. بله غاره درازی هم هست. نه غار کوچکیه. اصلا داخل این فکرم بیایم بعدش داخل پارت بعد این رو تبدیلش کنیم به پیستی چیزی، پیست قایق سواری چیزی، خرس قطبی
خرس قطبی دوستان بهش من گرویو گه گفتم. خرس قطبی خب اینجا الان همون قاره پای میخوره. خش اینجا یه جایی که آبه. اینجا جایی که آبه. خیلی خوب اینجا ما آب داریم. یه قاره آبیه مثل این که این پایین هست. خب دوستان ما اینجا یه دونه پل میزنم بتونیم بریم بالا. بتونیم بریم بالا. خیلی خوب اینجوری یه دارم اینجوری. شکلی ما میزنیم که بعد به این آب دسترسی داشته باشیم تا بتونیم به کشاورزی برسیم. پلو این شکلی میزنیم. بله حالی شد. بعد اینجا یه دونه میذاریم که نیفتیم. اوکی شد دیگه. نه این پل من چرا افتادم. الان به نظرم تمام این پلی که زدیم یکم اشتباه داره ولی اوکی. یک کمک اشتباه داره. مثلا ما از اینجا بریم اینجا بعد بیایم اینجا بعد بیایم اینجا. پل کاملا اشتباه زده. این پل یک کمی اشتباه شد. یک کم اصلا چیزی نشد دوستان. خب دوستان الان ما اینجا رسپان پوینت هم نداریم. رسپان پوینت یه رسپان اولین دمیج. خدا شکر با اولین دمیج نمردیم. خب خدا شکر ما دراب شد. یعنی بال سرنم این بکنیم. مثلا تمام این راهی که ما آمدیم شد. خدا شکر دمیج نخورد. خیلی خوب سرمون بلاک اینا باز بالا سرمون بلاکه. خیلی خوب دیگه اینجا رو یه راست ما میریم بالا. امشب باید اصلا حالا این شکلی ما میریم پایین دیگه. جای رفت آمدمون بریم سراغ چیزای اولی مثل گرفتن تیبل مثل سیک. بریم چیز اولی مثل کلنگ و تبر بسازیم. الان شب داره غروب میشه.
عالی. شب اول بی یک تیکه چوب اسپایدر اینا نیاد. اینو که خاموشم همهش یه دونه میتونم با کمترین. ای وای خیلی خوب. اصلا چیزی نیست اصلا. یه تیکه میکنیم بذاریم این بالا. الان دوستان بود کمی سیفیم کمی. اصلا سیف نیستیم. خب خیلی خوب دوستان الان یک جای کمی سیفی دارم کمی. الان حتی کرافتین تیبل هم در دسترس نیست. به نظرم چوبه رو بکنم. خب دوستان وایسیم تا صبح بشه. وایسیم تا صبح بشه. ببینم این کرافتین تیبل کو. دوستان مشکل پادرسم هم دقیقا همینه. اسکلتون هایی که اسلونس میزنن و تیرکمانه اسلونس داره و تیرکمونیه. راست سر صبح نمیشه. چرا صبح چرا نمیشه؟ اما تخت باید صداش دقیقا از همین بغل میاد. ای باش خیلی خوب دوستان ما تا الان دو تا تیرکمون گرفتیم. یه دونه کلاه خود چرمی و یه دونه بوب که آنچنان جونشم کم نیست. خیلی خوب تیرو رو ما حروم نکنیم. تیرو رو
دوستان الان بهترین کار اینه که دقیقا همین کار رو انجام بدیم این طرفم که بتونیم تا جایی که شب هست بهترین استفاده رو کنیم. خیلی خوب، الان ما یه جای این شکل المانه ساختیم که اسکلتون که اومدن نتون ما رو بزنن. خیلی خوب، اینو ما چیز کنم قشنگ بس ستایی باشه، ولی این طرف ستایی باید باشه. یک دو، نه این دوتایی الان شنگ ستایی که بتونیم بزنیمش. هنوز که هنوز صبح نمیشه. از این طرف ما همین کار میکنیم. البته از این طرفت یک کم اینجا رو بازار کنیم، یک کم در همین حد. بعدش میرم اینجا در همین حد که خیر بخیر. اینجا رو نمیشه باز کرد چون از اینجا ما رو میزنه. یه جای سیفی وسط ما بذاریم. دوستان قرار بود داخل این پاد خونه بسازیم، بریم ماجراجویی کنیم فلان کنیم پسر کن. که بیا دیگه بیا. خیر ما از این تیر بو گرفتیم. خدا شکر اسکلتان ها رو تا فعلا تونستیم بزنیم. دوستان من این پارت میکنم 18 دقیقه. ممنونم که این ویدیو رو تا اینجا دیدین. تا جایی که پارت بعد میخوایم بریم وسایل سنگی کنیم دیگه، خونه بسازیم همین دیگه. داخل این پارت بخشید که کم بود چون اول پارت بود دیگه. کم کم داره ماه داره میره پایین، داره خورشید طول میکنه. ممنونم که این ویدیو رو تا اینجا دیدین. حتما لایک و کامنت و دنبال فراموشتون نشه، یا سابسکرایب فراموشتون نشه، یا مشترک شدن دیگه. خدا نگهدار.